بچه این پرنده رو میبینید؟ تا خوشگله. یه چند روزی بود این یه خود ظرفش هم کثیفه، البته ببخشید. این حیوان غذا نداشت. اسمش فندقه. من اومدم از داخل این مشنبه ارزن خیلی راحت ظرف دونش رو برداشتم، براش دونه ریختم، پر شد. بلا فاصله این پرنده تفلک مظلوم رفت اونجا غذاشو خورد. امیدوارم تو این شبای عزیز و تو این روزای پایانی سال رزق روزی هممون به همین راحتی باز شه، به همین راحتی گرفتاری هممون حل شه. الهی آمین.